شکری خدا که یافتیم اکا. بینار سراسیمه نشو، کارهایی که به سرمان آمد نباید فراموش کنیم. مایلش من به درس میروم. موفقیت استاد. آخر این دفعه در دستمون حجت. خودتون نگفته بودید که باید باور کنیم. قید حجت معنای آن را ندارد که او دادرمان میباشد. تا آن را انیق کردن صبر کردن لازم. من انتظار شده نمیتوانم. اقلا گفت کب رو آغاز میکنم. مایلش خواهر جانم، مایلش. تو گفت کب را آغاز کن. بچه ها علاقه کلان شده. چرا یکدیگر را اینقدر بد میبینید؟ نخود انسان تا این درجه کین و نفرت داشته باشد. ستاره هایمون موافق نیست استاد. یکدیگر رو دوست نمیداریم. مجبور نیستیم که دوست داریم. کی برآورد است این گپ رو؟ مجبور نیستیم که یکدیگر رو نقد بینیم. آیا با یکدیگر زندگی کردن میشود؟ راه خوبش همدیگر فهمی است. برق خوش آمدگویی به رفیقی نو مگر ریاکاری نیست؟ استاد با این مکتب نم اومدم اما با برق شناسی کهنه‌ایم. با من بیایید. ملی شاید ما خطا میکنیم. نفهمیدم چه خیلی خطا؟ یعنی تا کی ما این رو از فرزندانمون پنهان میداریم؟ به آنها فهمانه میگویی؟ آخر با فکرم آنها نمیدونن که ما با کی خاندار میشویم. برای همین زید هستن. اینطور باشد میگوییم. چه خیل میکنیم؟ این شام یک جای در یک طرف خانه زیبا خوراک میخوریم. اما یک جای همان هم دیگر هم میشناسن. میشود میگویی؟ میشود. شیر و شکر میشود. بچه های عزیز، اگر هممون زیر یک بام قرار داشته باشیم این معنی دارد. اگر تقدیر ما را یک جای کرده باشد قدر این یک جایگی را دانستن لازم. ما انسان هستیم و یکدیگر را فهمیده میتوانیم. چخیلی که به همه ما معلوم است مخلوقات جنگلی با هم دیگر می جنگند. مقصدشان یکی را از آن مکان پیش کردن است. ما باشیم با هم دیگر فهمی و قبول خصلت های یکدیگر باید مسئله را حل کنیم. من باوری دارم که این کار از دست ما و شما می آید. اول از بین خودتون یک نفر سردار انتخاب میکنید، بعد مشکل ها را در بین میگذارید. فرض کردیم بعضی آنها را با جنگ و جنجال نه، بلکه رفته حکم را میارید. اگر چی مشکلی پیش آمد همش را من خودم به عهده میگیرم. نه، مشکلی نیست که آن حل خود را نداشته باشد. اگر نگویید مرحمت تا مردن یکدیگر را لط و کوب کنید، در آخر به سرتان یک شاه ظالم حکمران میشود. بعد شما مظلومان او میشوید. فراموش نکنید کار اولین دیکتاتور زیر دستانش را خوار و زار کردن و بعد به آنها حکمرانی کردن است، یعنی همچون غلام. حالا انتخاب در دست خودتان. فهمونده؟ الک؟ لبای حالا هم فکری خانه برگشتن نداری؟ بابا باید میستی. تا مناسبتتون رو خوب نکنید بر نمیگردم. مثل سیرکای تون نشو، با خودت ضرر میاری. سرکای تند منم یا شما پدر؟ من پدرت هستم، هم سرزنش میکنم هم دوست میدارم. اما تو این طور کرده نمیتوانی. چرا فقط ما رو گناهگار میکنید؟ چرا یک بار به خودتون نمینگرید؟ افسوس، آیا من تو را همین طور تربیت دادم؟ من طرفداری حقیقتم پدر. بچه ها این طرز نمی شود. مدامی که سردار انتخاب میکنیم جدی مناسبت کردن لازم. اول نامزدها رو معلوم کردن در کار. بله نرگس راست میگوید. ها کی نامزد شدن میخواهد؟ جرین
من معلوم که همتون از برق میترسید. وقتی اون است که به همه این بس گوییم. تو مرا من کردنی ها؟ یگان احتیاج داشتی ها؟ پس میاد بچه ها. با این چوجه هایت زوری میکنی ها؟ داماد رو گیر. آرام شوید بچه ها. در وقتی به زمین تو رو یکسان کردنم این چوجه ها نبودم. اگر این نامزد شود من هم نامزد می شوم. صنف را به این فراست دادنی نیستم. خوب تمام. تو نامزد داریم. برق و تیکی. باز یکان کس نامزد شدن میخواهد. چه خیلی می شود؟ انتخابات را حاضر سر می کنیم. این خیلی نمی شود رفیقان. یک دو روز به آنها مهلت دادن لازم تا که به ما فهمانند که وقتی سردار شدن چی کار میکنند. مثل انتخاب وکیلان یا پرزیدنت. وقتی سردار شدن باید مشکلی های ما رو برطرف سازند. فهمو؟ در وقت انتخابات جنگ و جدال باید نباشد. از جنگل سردار نه بلکه جنگل میبراید. اگر با جنگ این کار شود عاقبتی خوب ندارد. درست میگوید. تکین رو نصف میکنم. این انتخابات مرگی است. اکا گویا این حیات و ممات باشد. مسئله حیات و ممات است. تو نمیفهمی. این مکتب برای ما تنگ است. یکی از ما باید اینجا نباشد. نامش رو گرو گوشش رو کش. اکا چوی دید؟ حاضر. بابا گفتم استاد کمال اینجاست. برای همین به پیشانه مشت دادن نمیتوانم. و تو یک پیشنهاد دارم. گوش میکنم. از انتخابات نگذشتگی از مکتب میرود. نه تنها از مکتب از شهر میرود. میشود؟ میشود. گمون میکنم این کار خوب نشد. اکنون 1000 فتنه بین خود میاندازم. لیکن واهمه کردی. چی میشود؟ چی بود از انتخاب سردار صنف؟ بهترین غلبه میکند. گفتن میخوام اما کاش که تو هم نامزدیت رو میموندی برد. نه التماس. بسرم بلو نمیخرم. چرا آخی؟ گناه هست مگر؟ راست؟ دوستم مثل من اینشتین ها باید پیشوا نشوند. از پسی پرده به انسانیت خدمت باید کنند. وای وای، یعنی پسی پرده ای؟ با فکرت کی غالب می شود جناب جمیل؟ تکین یا برق؟ ندانم به فکر من آن کس که نفش به مکتب و صنف زیادتر از همان باید غالب شود. من می بودم با کسی سزاوار آواز می دادم. همینطور نه؟ اما آنها چی کار کرده می توانسته باشند اکنون؟ و البته نقشه پیشبینی‌هایشان را باید به بچه ها فهمانند. انا بعد آواز دهند. خانم نجمیت شاید بهترین شده است. بسیار عالی. شد اکنون رو به جای کارت که حاضر مدیر می آید. مدیر که آمد گپی ناگفتهش نمیموند. خودت میدانی کو؟ انا بعد تو برای من زیخ میشوی. چرا برای تو زیغ میشدم؟ گپ‌های قبیحش رو از سب خودم هم نمیبردارد دیگر. مرا دعوت کرده بودید جناب مدیر. جناب علی، اکنون بچه ها را باز به سیاست وادار ساختیم. نفهمیدم استاد. افسانه انتخابات باز از کجا پیدا شد؟ سردار صنف را بی آوازدهی انتخاب میکنند. انتخابات چی لازم؟ این همش به سیاست داخل میشود. فکر من از رفت حادثه‌های سیاسی برخوردار میشوند استاد. طلبه هم به این کار سرفهم میروند، بیشتر میفهمند، مسئولیت شناس میشوند. از نگاه پداگوژی به آنها نفع میرسد. اینجا یگان چیزی بدی نمیبینم. گپ ادبیات میکنید. اختصاصم همین است، ادبیات میآموزانم. مرا گوش کن جناب علی، اگر این نقشه یگان نتیجه منفی آرد بعد من میدانم چی کار کنم. این کارها عادی نیست. من اطمینان دارم که طلبه ها دموکراتی عمل میکنند. خواطر نشوید.
حاضر سپارش میدید یا بعد؟ باز کمی انتظار شویم. خوب شده است. دادا من نفهمیدم چی گپ است. هیچ گپ نیست دخترم. تنها خوراک شام یک جای میخوریم. رفتیم. دادا آه؟ بعد اماکی جمال دیدم که اونجا انس نوشتگی از هیجان خری بود که دلم از دادن باز بود. اما که جمال من فهمانده نتوانستم. التماس شما فهمانید. دخترم اینقدر زود در هیجان آمدنش را به نظر گرفتن لازم. اما کارهای گذشته رو چی؟ انا همینجا با تدبیر اندیشیدم در کار. سیر را مخفی نگاه داشته کاری از دست می آمدگی را کردن لازم. به مکتب نو عادت کردی تکین؟ بله چرا با این آدم خوراک میخوریم؟ این آدم دادای من است. گوش کنید. میدانم که از این دعوت ناگهانی کمی حیران شده اید. کمی؟ راست با چه مناسبت؟ همه دختران با بیمارانشان خوراک میخورن. اجازه دید فهمانم. ما خیلی شد با همدیگر وام میخوریم. با همدیگر اونس گرفتم مهر بسته ایم و میخوام یک عائله خوبی را برپا کنیم. ها این خدا چی گپ ها؟ عائله فکرهای هر خیله. زود از جنوبی ملی حضور پرس. برعکس شما از من حضور پرسید. شوهر شونده‌تون همین است ها؟ تکین. بعد صحبت میکنیم. او را تنها نگذار. دادا آفرین. یعنی همین. نخواد که اینقدر خود پرست باشه. دخترم نادرست فکر میکنی. من نادرست فکر میکنم. اگر با کسی خونه‌دار شوید مرا فراموش کنید. جرین اینجا شین. جرین عذر. پگاه ساعت 12 در نزد خوابگاه میخوریم ها اماکی جمال. انشاءالله دخترم. شب خوش. شب خوش. شب خوش علی. استاد علی. و شما. شب بخیر. شب بخیر. این چی کاری کردت بود آنجا؟ این شرمندگی است. کار شما شرمندگی است. با من نغز گپ زن. من مادری تو هستم. پدرم این کس بودن. اکنون با او خیانت میکنید. صد افسوس. این گپ ها رو تو میگویی ها؟ نخود بعد این قدر عذاب ها تو باز. خدایا گپ رو با دیگر طرف نبرید. شما این طرز حیات رو نمیپسندید. بس سلام پدر گفته یک کسی دیگر رو آوردنیه. هی تکین مرا دیوانه نکن. فکری به شوهر برآمدن شما رو دیوانه کرده است. صد افسوس. سلامت باشید. همین کارتون مونده بود. این کار رو هم کردید. اگر من یک دقیقه در اینجا مونم تکین نباشم. جرین دخترم التماس در را کشا. با مادری عزیزم ناحرمتی کردید. دیگر من گپ ندارم. جرین در قلبم جای تو و مادرت خالی نیست. من فقط میخوام یک عائله خوب برپا کنم. یک عائله خوب اما به دخترتون برپا کردن میخواهید. میلش خودتون میدونید. با شما بخت و اقبالی بلند. در به وقت کی باشد؟ تکین تینجیست؟ هیچ چیزی رو نپرس. من خواب دارم. جانم خطی مرحمت.
مادرت میداند که اینجایی؟ نه او دیگر مرا نمیکوبد. شد من خواب دارم. اگر زادروز می‌داشتند در اینقدر زنگ نمی‌زد. خاله خندان؟ تکین همینجاست؟ بله. خدا رو شکر. چرا تلفن های هر دویتون خاموش؟ تلفن خانه هم جواب نمیدهد. خاله جان با خدا مجبور کرد که تلفن رو خاموش کن. سیم تلفن خانه رو هم کند. ما این رو در همیانش گذار نبینم. این دارو رو باشد سحر نشد. خاطر نشوید خاله جان. مایلاش خودتون رو احتیاط کنید. چند پول موند اینجا ده؟ ما خودت شمار. نقد برای پگاه می شود. برای انتخابات صرف می کنم. لیکن در حقیقت دیوانه شده ای. مکتب دولتی تو رو ویران کرد. جرن من رو گوش کن. چی میخواهی؟ را با پدرت گوی که با همون زن خونه‌دار شود. دیگر من با او کار ندارم. درست گپ زن. اول مادری تو به داده من چسبیده است فهمیدی؟ با آدمانی بزن مراق دارد. جرن مرا مجبور نکن که گپی گنده زنم. گپ زن شرم ندار. این پدر تو به زنان به شوهر نظر میکند. بس کن از حد گذروندی. چی کاره میکنید کردن گیرید؟ چی گپ شد؟ چرا گریه میکنی؟ رو از پیشم. همون حریف تو رو خفه کرد؟ کارا چی؟ گپ زن جرین او با تو چی گفت؟ گوش کن به هیچ کس نگوی میلش. میلش دادای من با مادری او خونه دار شدن میخواهد. تشکر. بازی میکنی؟ نه با مراد بازی کنم. اکا بهترین کو چند وقت شد همین بازی رو میگفتم. انا دیدی با من میگفتی در حال میافتم. ای بازی رو بین بهترین بازی است. نزد زیباییت گلها عاجز میماند اما باز این گپ‌های دروغ برای انتخابات نباشد. همین است مقصد و مرامی من برادران. اگر مرا همچون سردار انتخاب کنید من بعد همین خیل می شود. دوستی و رفاقت، هم دیگر فهمی و رفاقت در سیفمون حکمران می شود. وقت تمام می آید. برای آوازدهی رشوه داده ایستاده ها؟ همین طور صنف رو فریب میدهی؟ آیدی صلح و دوستی گپ زدم. حتی برای تو هم هدیه آوردم. بین این چیست؟ سیدی موسیقی. آنقدر گروهی مشهور نیست اما خوب تنتنا میکنند. نام گروه سه به عقل. برادری تکینمان اقدام خوب فکر کردن. این خیل هدیه های ناچیز
سردار زنده باش. زنده باش. اصلا من با برادرمون تکین و مادرش تحفه گرفتن میخواستم، اما فرصت نشد. اکنون همه یک جای از نومی صنف یک تحفه میگیریم. مادرم رو با این کار آمیخته نکن. بچه ها، مجله برق باز در اپیل. پیشکش شما اولین نمایش 2009. برق خاموش. اگر دو کس داند سر حساب نمی شود. میدونم تکین خصلتی وزنی دارد، لیکن ترسم از اون که من با دو صنف و دو گروه جدا نشود، مثل برقی ها و تکینی ها. این مشکلی ها را باید بین خود حل کنند. با راه انتخابات مناسبت آنها می افزاید. اگر کمی با هم دیگر رقابت کنند، آن وقت ما به میان در آمده مسئله را حل میکنیم. اما اگر از عهده‌اش نبرایم، سبب جدا شوی‌اشان میگردیم. آسان نمی شود. انیق برق و تکین روبرو می شوند. وقت چی را نشان میدهد نمیدانم. راست. وای، چی از بینون خبر هست؟ همراه بابایم به خوابگاه رفته باشند. نه، زنگ نزده است. انشاءالله این کار همین روز حل می شود. از حجت های خوابگاه معلوم می شود که تکین دادنتان هست یا این که نه معلم. دیگر دوستان، و اکاجان گوشی هممون با شما است. با پدری یک همسینفی خوشرویمون، مادری یک از رفیقانی نو آمده خانه‌دار شدنی هستند. کریوبید مادری کی؟ با شوهر برآورده نیست. مادری تکین است. روز از کی میشود؟ کی میگوید؟ بس پراکنده شوید. چیکار میکنید؟ خیزاکا این چیکاری کردت؟ روز بخیر پسرم. من جمال جان سیور. خوش آمدید. مرحمت. به جناب ارسلان خبر داده بودم. از خزینه به ما یک حجت لازم. یعنی جناب جمال شمایید؟ تعریفتان را از جناب ارسلان شنیده بودم. انسانی با تمیز و پاک هستند. تمیزی و پاکی خود را در من میبینند. فیره بی چشم یعنی. معلوم که جناب ارسلان شما را نقض میشناخته است. خزینه را خودم دیدم. چندین مراتب گفتم. حجت‌های همه هست. اما آن حجت‌هایی که شما میخواهید گویا که گم شده باشند. براستی؟ بله. با حرف نسب‌ها جا بجا شده، اما در جایی که باید باشد نیست. چطور؟ انشالله بخیر است. هیچ گپ نه دخترم. ناامید نشو. در اینجا نباشد باز به شعبه عمومی می رویم. لیکن تو از همین جنگ و جنجال و لط و کوبت نموندی برق جون. آخرین چی بلو است؟ رویت مثل پمیدار شده است. خاله جان اویسه. میدونم برای تکین این کارو کرد. باز همه این از برای من شد. خودت را گناهکار مشمر. کمتر فکر کن. هر سیر را به هر کس گفتن لازم نیست. من با هر دویشان گپ میزنم. تو به درست رو. برق بیست. باز یگان دیوانگی نکنی. وقتی اون از این خور رو از ریشش تازه کنم.
ها البته باید این گپ رو نمیگفت بچه رو شرمنده کرد راست در اصل اگر با برق سر به سر نشود پسری خوب است اولین شخصی که بر ضد برق برآمد همین است آخر این کار با خوبی حل می شود اما عکاسون نمیگیرد ضد برق تکین من طرفدار تکین هستم بعد اون قدر کارهای برق این حریف رو یابم دهان و بینیش رو میشکنم شد اکا آرام شو پگاه حل میکنیم غم نخور و پگاه نمیگذارم همین شب حل میکنم مرا در سیف شرمنده‌وار تگی پا کرد میفهمی افسوس که نداشتیم جزایش را همین روز دادن در کار بگذار پگاه همه دانند زوری سیف کیست حاضر از کجا رو میابیم کی میدوند که در کجاست نه اکا تمامی روز همه جا رو گشتیم پیدا کرده نتوانستیم یگان معلومات نیست معلوم که کسی فهمیدن ما رو نمیخواد کی باشد چرا این طور میکند نمیدونم در حجت ها رقم تلفن تکین هست اینجا رقم تلفن موبیلیش هست تکین دوره وزین را اثر میگذراند او دادرمان است یا نه باید به او مدد کنیم شب بخیر خانم خندان من علی معلم ادبیات تکین لبای معلم تکین در خانه است نه حالا ناومده است میدونید تکین حالا هم به صنف عادت نکرده است خواستم با او کمی صحبت کنم زیق نشوید وقت گذرد عادت میکند برای غمخوریتان تشکر اگر آمد بگوید که من زنگ زده بودم البته میرسانم شب خوش شب خوش چی گفت؟ تکین در خانه نیست چی فکر دارید اکا؟ نمیدونم خانم خندان بسیار خواطر شده است خانه‌شان اونقدر دور نبوده است شاید تکین به من احتیاج داشته باشد باکش ممکن من به او تو بهتر به خانه رو مرا انتظار شو شاید دیر آیم مایلش اکا پسرم کجا شد خاموش 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 دیوانه میشوم آرام شو خندان با رفیقم هستم گفته بود شاید حالا هم با او باشد ها نمیدونم تلفن خانه رفیقش جواب نمیدهد خدایا من میروم نه با این اول ماشین راندن نمیتوانی کمی آرام شو به خود بیا نشد من خودم تو رو با آنجا میبرم قول میدیم باز یک دو رفیق دیگر داشت با آنها زنگ میزنم نه با پولت نه با ماشینت احتیاج ندارم اوچه چه خیلالی جنابی دکتر در خانه ما کو؟ پسرم اگر به تو زنگ زند گوی که به خانه بیاید هیچ کس جای پدرم رو گرفتن نمیتواند به همه تو نفرت دارم ها چی گپ است خدایا تکین پسرم یکون جویش رو زخم دور میکند نفرت دارم پسرم نکن یکون جویت رو زخم دور میکنی نکن خوب هستی؟ خوب هستن شرم نمیدارید با جای پدرم دیگران رو میگذاره چه زن هست شما ها؟ مادرت درست گفت زن از حد نگذران دمت را گیر هرون نومد هر دویتم خواهین هسته سزایتمین مله این چی کاری کرده چرا این کارو کردی اکنون با تو نفرتش زیاد می شود آی بیزارم
تکین پرتاین رو به من نرسید و این کارتون جواب میدهید جواب میدهید. تکین پسرم نیست. من حل میکنم. مله تو چی کار کردی؟ عاقبت کارت رو گفته توانی میتوانم به تو مدد کنم. البته استادی حقیقی با غیر از بها باز از دستتون چی می آید؟ برای من استاد برابری بهای شکسته است. من به قلب‌های شکسته درمان مییابم. هیچ چیز رو شنیدن نمیخواهم. بفهمید هیچ چیز رو تنها بودن میخواهم. با فکرم در این خنوکی در بیرون بودن معنی ندارد. نه مورم هم با اون خونه بر نمیگردم. تکین جایی میدونم که آنجا کسی تو رو ناراحتت نمی کند. آنجا خوب استراحت میکنی. رفتیم زودتر. بیست چی کار کردی؟ با کجا پسرم رو روان کردی؟ آرام شوید. باید یک جای به تاکسی سوار میشدیم و به خانه میرفتیم، اما او در حال سوار شد و رفت. خدایا چرا او رو ماندید؟ من با یکون دیوانگی نکنم. خانم خندان چی گپ شده است؟ چرا این بچه این طور رفتار میکند؟ به من فهمانید. ما با جناب ملح خانه دار شدن میخواهیم. تکین به این راضی نیست. همین است. فهما. اگر پسرم راضی نباشد من تیارم از این فکر دست کشم. میخواهید که آید این مسئله من با تکین گپ زنم؟ نه این مسئله اویلوی است. شما معلمید، آیدی درس و مکتب پسرم مسئول هستید. این مسئله به شما دخل ندارد. اما من به حیات پسرم دخالت نکنید. از وی دور ایستید. به این هم مشکلات زیاد به سرمون بار است. به ما کاردار نشوید. شب بخیر. آقا جان این رو با من ده. نه گم میکنی. نه من گم نمیکنم. با ما ده التماس. مایلش گیر لیکن وعده ده که گم نمیکنی. مایلش وعده میدهم. با کجا میروید برادر؟ راندن گیر به گنجو. کمتر بد میگویم. جنابی دکتر حالا ایستا میبینی. اکای رحیم کار رفتت زنگ گفته بودی. با تو کار دارم. سراغه رو ده رو برو گپ زدن در کار. لبای در کجا؟ تمام سراغه رو ده. فهمان را گرد میرویم. تکین کار رو حل میکنیم، لیکن این کار بازیچه نیست. خوب فکر کردی آخر؟ بله دهان و بینیش رو یکسان کنید. خوب باز میدونیم که این کار مزد دارد. ما هم خراجات خود را داریم، محنت میکنیم. چقدر؟ برای تو 5 بس. 500؟ 5000.
اکا چی خوب میگویی؟ والله نرخ همین کار وزنین است. برای تو جان را زیر خطر میگذاری. مایلش پگاه پول رو میورم، اما اول کار رو اجرا کنید. گوش کن، ما شوخی را دوست نمیداریم. خفه کردنمان ممکن. احتیاط باش، احتیاط. میدیم لیکن شما کار رو اجرا کنید. انا اینجاست ماشین. زود کار رو حل کرده از اینجا نیست شدن لازم. چیکار میکنیم؟ بیسبال بازی میکنیم. برادر تو چیکار میکنی؟ جرین دخترم زود باش، دیر کردیم دیر. اوف لبایی چیزی میخواسته؟ به تو پیام آوردیم. چه پیام؟ پیام یک بیمار کشتت رو به تو سلام گفت. گردن بندی دادرمون. آهسته آهسته به حقیقت نزدیک میشویم، اما باز هم انیق کردن لازم. باید یکم شبهه نماند. دلم گواهی میدهد که او دادرم است. همه دلیل ها رو اگر پنهان کنند قلبمون رو پنهان کردن نمیتونم. از خانم خندان خواطرم. احتمالاً اون همین دلیل ها رو پنهان میکند، نمیخواد که کسی فهمد. التماس جناب کمیسر او رو یابید. بسیار عصبی بود، یگون کاری بد نکنه. خواطر نشوید، ما به مسئولان خبر دادیم. پسرتان را میابند. گوید که او با خود پول داشت. نه اونقدر پولی زیاد نداشت. در دستش صورت حسابی مکتبی پیشینه‌اش بود، دیگر هیچ چیز. بیا تو به مکتب رو دخترم، دیگرش رو من خودم حل میکنم. اما دادا نه تو از درست نمون. شما رو بسیار دوست میدارم دادا، باور کنید کسی این کارو کرده باشد جزایش رو میبیند. البته جانم، اکنون برو. مایلش اوی سفید، انا همین از سزای تو. چی؟ این کار توست؟ لبک رحیم، دیدم بسیار خوب کرده. از پای پول شو. مایلا شد میدیم. نقص انتظاره. فراموش نکن انتظاری را دوست نمیداریم. زودتر باش. روز بخیر جناب، خوش آمدید. خوش باشه. میخواستم پولی بسید. خوب شده است حاضر. صورت حساب رو پر کردن میخوام. خب کمتر انتظار شوید، میسنجیم. خوش آمدید. تو از همان پسرک اینجا بیا. پول کمونالی همینجا نیست خورم. با مادرش خبر دهید. با پلیس خبر دادن لازم. نه این پسر را میشناسم. پسری خانم خندان، یک از مشتریان بهترین نمان. اول با مادرش گپ زدن در کار. رفتیم.
اکنون به اینها چی میگویم؟ مرا میکشند. ماشین رو گرفتن در کار. مرا آروم نمیگذارند آنها. احمق، تلفنش را خاموش کرد. جزایش را دیم اکا؟ هم جزا میدهیم هم پولمان را میگیریم. سراغش را گرفته بودیم به فکرم. بله. لبای بفرمایید جناب مدیر. پسرم با بانک اومد. بله صورت حساب. پسرم چه خیل بود؟ احوالش خوب بود؟ کوش را رفتن نمیمونده. البته شکایت ندارم. خوب بعد نزدتون میویم. خدایا باز چی فکر به سرش اومد؟ گردنبندی برخاست. با سرش بوا خرید. مایلش خودم میدونی بعد. نخود تکین نخود. نه به من قهر داشت. هم به من هم به مادرش. از بالای شکایت میکنید؟ نه به اینم غم و دردش زیاد. اما او از من عذر باید پرسد. تشکر برای رحم کردنتون. هرچی زودتر او را یابم خوب می شود. یکان نامعقولی نکند. از او پرس. تو با کی عوض میدهی؟ حالا نمیدونم. حالا نمیدونیست است. البته با برق عوض میدیم. سالهاست که با او رفیقیم. خوب اما یکان کاری بدی نکرده تو نموند. گوش کن، یک بار فکر کن. روزی دراز در صنف میشینی. یگان کس تو رو غم میدهد. در مکتب آزادی میخواهی برای شما خدمت میکند. نمیدونم آخر امره عوض میشه. گوش کن با دقت. اگر به برق آواز دهی تو هم با ما همراه میشوی. تو رو دستگیری میکنیم. برق رو نمیخواد. وقتی انتخابات هست برادر، سمگذار شو سمگذار. عقلت رو استفاده بر. چی فکر کرده؟ با تکین آواز میده؟ بله او راست میگوید. از برق سازتر است. کاش که تو نامزد یک رو میگذاشتی و تو آواز میدادیم. راست میگوید. من با آنها سر به سر نمیشوم. از آنها دوری ایستادم خوبتر. تو با کی آواز میدی جیرین؟ با تکین بدی اون کاره کردهش سلام کردن نمیخواهم. سلام سیفی مهربانم، چی خیل هستید؟ خوبید؟ سلام سردارم. مرد سلام. مرد رو هم نزد خود گرفتم. سردار سلام، جانم ما فدایت. رقیبم رو نمیبینم. با او هم سلام و پیام گفتنی بودم. این طور نمیشود. سرداری من برای هممون. من همتون رو به آغوش گرفتم میخواهم. گم شو از نزدم. بچه ها رفیقتان تکین در کجاست میدانید؟ ندیدیم استاد. برق؟ براستی نمیدونم، لیکن با فکرم حالش خوب نیست. تو یکان چی رو میدونی؟ نه استاد، تنها همین خدر. ممکن ماشینش ویران شده باشد. گویا کسی نمیخواهد که ما همون حجت ها رو ببینیم. در حقیقت حیرت آور. همه این راه های به طرف او میرفتگی بستگی بریم. کی کرده باشد و چرا میکند؟ نمیدونم، اما دیگر توقف کرده نمیتوانم.
рафта бо модараш суҳбат мекунад. шояд ин корҳоро ӯ махсус карда бошад. агар барои пинҳон кардани текин кунад маънии онро дорад ки ӯ медонад ки текин додари шумо аст. агар бо ӯ гап назанем намедонем ки чӣ фикр дорад, чӣ мақсад дорад. ҳамин тавр не? бо олӣ маслиҳат карданат лозим. бо ӯ машварат накарда ин корро карданат хуб аст магар. рост мегӯед амакиҷон, аммо дигар тоқат надорам. танҳо як суҳбат мекунам. ман ҳозир ба хона медароям, ҷаноби комиссар. мумкин вай дар хона бошад. худоё намедонам чӣ кор кунам. илтимос шумо кофту кобро идома диҳед. گوش کن برادر. واه خدای علاقه اینجایند. طرفی راست گردید. دویم خانه. آنها ما رو میجویند. نمیارزد. راه سفید. این خودش چی گفت؟ پسرم در خانه نیست. باز بالای همه این شما اومده او رو میپرسید. خدایا ببخشید، من نمیدونستم آخر. اکنون فهمیدید؟ باز یک چیزی دیگر رو فهمید که در این دنیا یگان کس، یگان نفر بین من و پسرم بوده نمیتواند. فهمیدید؟ هیچ کس. پسرم، این شغلو که پسرم است. ببخشید شما کیستید؟ دوست پسرت و درون درا. چی گفتن میخواهید؟ پسرت از ما قرضدار است. قرض را نداده غیب زد. چه قرض چقدر؟ $100,000. اون را خودی حاضر بیا. اینقدر پول رو حاضر من از کجا میابم؟ برای یافتن یاری میدهیم. دست نرسونید. دمت را گیر میپرانم. پول را برارید. او جنابی تکین همون. نه پسرم، ندارم پسرم. اوچا؟ پول را ندید پسرت رو میپرانم. گیر همه چیزم رو گیر. التماس به پسرم نرس. اوچا؟ اینها بسنده نیستند. باز چی میخوایی ها؟ جانمان رو. اوچا از این آدم درسته. دم باز جواهرات بیار. زود باش میگویم. اگر نزنی به شوهر هستی باز دیگر چیزهایت را میگیریم. به ناموس. سزای دهی. ای پسرم پیش دارو کنی پیش دارو. به همسایتان رحمت گویید. صدا رو شنیده با ما زنگ زدن. تشکر. استاد نمیدونم چطور اظهار میناداری کنم. حیاتم رو نجات دادید. به مادرت تشکر گوی.
ба ҳамаи корҳои ман нигоҳ накарда дар ҳақиқат маро дӯст медоштааст. инро акнун фаҳмидам. хуб ки фаҳмидӣ. хатое ки нисбати ҷаноб мелеҳ кардӣ онро ҳам фаҳмидӣ. агар он хаторо намекардам, фармони лату кӯби ҷаноби мелеҳро намедодам, ин хато ба сарам намеомад. ин бароят як дарс шуд Текин. чӣ хуб ки чунин як модари ғамхор дорӣ. бале, ҳам модарам ҳам падарамро бисёр дӯст медорам. баъди вафоти падарам ҳеҷ намехоҳам ки модарамро аз даст диҳам, чунки дӯсташ медорам. Текин, дар бораи оилаи худат ягон чиз медонӣ? не, намедонам. ҳатто ба хотир овардан намехоҳам, чунки маро дар хурдӣ партофта рафтанд. шояд маҷбур буданд ё ин ки дигар аз дасташон чизе наомадааст. чӣ тавр падару модар писари худро мепартоянд? дар куҷо рост меояд? чӣ хел маҷбур? бо кадом узр? узр гуфтӣ? аз як аз узр пурсиданат лозим. аз ки? мебахшед. ҳеҷ гап не ҷавони зебо. агар хатоятро фаҳмида бошӣ шуд. дароед. салом ҷаноби мудир. салом. با شما با تلفن گپ زده بودم. آیدی پینار و جناب علی یک دو سوال داشتن. او دو درکم است. این رو حس میکنم. میترسم که این رو خانم خندان هم میدونه. خانم خندان نمیخواد که سیرش رو به کسی فاش کند. میترسد که پسرش رو از دست میدهد. او رو فهمیدن ممکن. من هم دادرم رو به آغوش گرفتن میخوام. من رو میفهمید. میفهمم. محض برای همین دعا میکنم تو هم دعا کن. нағзакак шикаматро сер кун писарам, вагарна дар мактаб ҳар чизро хӯрдан мегирӣ. бас аст уча, аз хӯрдан накафам буз. лабай خانم خندان شما وقت ما لازم. من در نزدیک خانه‌تان در ماشین نشستم. хуб ҳозир. чӣ гап уча? ҳеҷ гап не. ту наҳорӣ кун, бего во мехӯрем айнаш. уча маро интизор шавед. уча ақаллан маро ту мактаб баред. уча чаро ин қадар сару семаед? маро бубахш писарам, ту наҳорӣ кун, ман бояд зуд равам. уча майш. بهترش در آفیس صحبت میکنیم. майнаш рафтем. علی بوتوغلو و پینارکچن انیق آنها خواهر و برادر پسرتان میباشند. аз он чӣ метарсидам омад ба сарам. кош барвақттар инро мефаҳмидам. لیکن باز برای نفهمیدن آنها دلیل و حجتهای زیادی را پنهان کردیم. ҳеҷ чизро намедонанд. نه نمیدانند. فهمیده هم نمیتوانند. هر کاری که از دستمان آید دریغ نمیداریم. از پسرم هیچ گاه دست نمیکشم. چیزی از دستم آید میکنم. علی با آدم میفهمیدگی مانند. اما پینور اول با پینور گپ میزنم. رقم تلفنش رو به من دهید. زود باشید، وقت نیست. اوه بینکی ها آمدن. کارهای از سر گذرانیده ات رو فهمیدم. با یگان تاش ذره زیف نشدم. نه ما رو زیف کردی. فکر کردم که به حالم زار زار گریه دارم. حالا هم مرد بر این یک با یک کارمون رو حل نکردیم.
албатта ҳал карда наметавонем, чунки яке мард нест инҷо. Мард мешуд занҷираш намеафтид. ин кор дар мактаб ҳал намешавад. баъди дарс пушти мактаб як ба як. ин дафъа то охир меравем. то охир. чӣ гап аст бачаҳо? дардатон чист? ҳеҷ гап нест устод. тинҷиз ҳал кардем устод. дӯстам исто. рахтем ки онҷо пул буд. аҷоибот буд. зур буд. писарам хуб ҳастӣ? оча аз шумо пурсам? ман дар мактаб ҳамаш нағз, шукр. текин ту рост гуфтӣ. бояд туро ба он мактаб намедодам. туро ба як мактаби беҳтарин мефиристам. аз ин мактаб халос мешавӣ. майлаш? аслан ман оҳиста оҳиста инҷо одат кардам, аммо гӯш кун. барояд мошини нав ҳам мехарам. чизе хоҳӣ мекун. ҳарчи хоҳӣ барои хушҳолии ту мекунам писарам. ҳозир бошад хонадиё. майлаш. лекин камтарака кор дорам. ман бо як бародар видео карданам лозим. воқеаҳои гузашта ҳам хонум хандон ва ҳам текинро хеле хаста карданд. каме сабр мекунем пинор. онҳо бояд каме истироҳат кунанд. ҳоло онҳо тайёр нестанд. мефаҳмам ака. ҳиссиётамонро бояд дар қалбамон нигоҳ дорем. ҳатман. хуб ака. ман дарс дорам. ман бошам рафта китоб мехарам. муваффақият. ташаккур. акнун бачаҳо баъди дарс чӣ кор мекунед? кор бисёр устод. шумо як соат вақт ҷудо кардан метавонед? чаро устод? мегӯям каме бозӣ кунем. рафта дар берун ё дар дарун якдигарро бо пуфакҳои рангдор паронем. чӣ кор кунем устод? пейнтбол бозие ки шумо медонед. меравем. розӣ ҳастед? майлаш? бале устод, розӣ ҳастем. аммо ҳама якҷоя меравем, фаҳмо? ягон кас намонда. ин тавр бошад хеле хуб. баъд аз дарс ба хона рафта либосҳоятонро иваз намуда ва ба ҷое ки мегӯям ба он ҷо биёед. бо бачаҳо ба бозии пейнтбол меравем. гуфтам хабар диҳам. устод али иҷозат гирифт. боз ба он ҷо равед. ташаккур майлаш. дар ин миён фақат мепурсидӣ ки кай муаллими нав меояд. устод умар? бале, ин ҳафта меомадааст. каме кор доштааст, барои ҳамин омада натавонистааст. фаҳмидам. хуб. алло? бифармоед, хонум хандон, гӯш мекунам. нафаҳмидам. текинро аз мактаб мегирем? ягон хато кардем, хонум хандон. меравем. албатта охир. медонед, ман асосан бисёртар ба натиҷаи интихобот мароғ дорам. фаҳмо. пагоҳ баъди интихобот инҷо дигар хел гап мезанем. шавқовар мешавад. зур мешавад. аз даст мо раҳо намеёбад. моро фурӯхти боз бо мо меравӣ? чӣ хел фурӯхтам? маро эмре маҷбур кард. гуфтам мегузарам. чӣ кор мекунем? ба бозӣ меравем? албатта меравем. онҳоро мағлуб мекунем. бачаҳо, оё ин кор воҳимаи бад нест? ё онҳо ё мо мурод. акун ба охири ин кор омадем. аммо ман бо барқ ҷудо ҳисобу китоб мекунам. туро он ҷо гур карда меоям. мебинем ки киро гур мекунад.
چیکار میکنی اکا؟ این خور را از ریشه‌اش کندن لازم. یا او مرا یا من او را. در این کار راه سیوم نیست. میبینیم. او را میبینم دیوانه میشوم. لبای خانم پینور خانم خندون حاضر با شما زنگ زدن با شما صحبت کردن میخوام. با خانه من اومده میتونی؟ البته. سلام. مرحبا جوانی. تیوی سوچما دارید؟ یعنی چی خیلی؟ وای برای کمونهای پینبول باشد؟ خوب. خب اینها میشوند؟ چند پول میسه؟ 45 میلیون بس. تشکر. سلامت بود. برای کن. سلام علیکم. بفرمایید. برای کمونهای پینبول سوچما دارید؟ اینها برای کمونهای پینبول میشوند؟ اصلا از کما وابسته است اما میشود. تشکر زیاد. خب بیا کنیم. چه خیلی چیزی عجیب. مای طرف کن. دیگرها در کجایند؟ استاد حاضر می آیند. من یک بینم. بچه ها تیاره. این راست بچه ها. این کار اینجا تموم می شود. مردی. بچه ها شما آماده هستید؟ بله تیار هستیم. قانون قاعده بازی خیلی آسان است. پرونده شده از بازی میبراید. باز تیر خورده و بازی را دوام ندهید. یکدیگر را از نزدیک نپرانید. احتیاط شوید. داور در این بازی منم. با اشاره داور بازی را شروع میکنیم. اکنون سرپوش هایتان را پوشید.
برآورده شده. камонҳоро гиред аз дасташон. ёрии таъҷилиро ҷеғ занед зудтар. меояд. полис ҳам дар роҳ ёрии таъҷилӣ ҳам камаш 20-25 сол ҳабс мешавед. чиҳо мегӯед ака? албатта мехел шӯхӣ аст мефикрам. устод илтимос намуред, илтимос. устод маро бубахшед. намехостам ин тавр шавад. шумо чӣ кор кардед охир? شد بچه ها نترسید. устод оё шӯхӣ ҳам хел мешавад? устод нахуд ки ин тавр шӯхӣ кунед. کی گفت که شوخی است؟ این یک درس بود. ببینید بچه ها، تیرها چی؟ تیرهای آهنی. این کار اینجا تمام میشه. بچه های عزیز، در حیات بسیار وقت اشتباه میکنیم و سپس فکر میکنیم که آن را اصلاح میکنیم، اما بعضا خطاهایی میکنیم که اصلاح کردن آن دشوار است. در نتیجه تمام حیاتمان را داغدار میکنیم. به مثال این، فرض کردیم شما بار یک خطایی کردید، تنها یک مراتب مثل برق و تکین، اما خطایی که در یک ثانیه کردید 25-30 سال حیاتتان را محو میکنند. باز تنها این نه، بعضا فکر میکنیم که جزا تنها در این دنیاست، چون که با چشم میبینیم. هم 25-30 سال حبس را طاقت کردن نمیتوانیم. اگر با یک خطای حیات ابدی همان را برباد دهیم چی؟ بچه های عزیز، کاری که میکنید اول خاتمهش را خوب فکر کنید، چون که بعضا پاداش کار خود بزرگ میشود. از این سبب همه سربر شده نمیتوانند، چون که نه همه مشکل ها را بی جنگ و جدال حل کرده میشود. اگر در وقت رای گرفتن این مسئله ها رو فراموش نکنید بچه ها. تنچی هست بچه ها؟ من یک چیز گفتن میخواهم. من هم گفتنیم. گپ زنید، من شما رو گوش میکنم. استاد، انتخابات نمیشود. من از این کار دست میکشم. میدونم که غالب میبرایم، اما من با این وظیفه لایق نیستم. غالب میبرایی؟
من غوری میبرویم اما راست میگویی نه تو نه من به این وظیفه لایق نیستیم باید به این کار خاتمه داد من همین رو من از شاگردانم انتظار میدم با شما فخر میکنم гапро дароз намекунам медонам ки таърихи ҳаёти писари маро меомӯзед барои чӣ ин корро мекунам медонед намедонам ва донистан ҳам намехоҳам барои ман тамоман муҳим нест илтимос ором мешавед не намешавам ман барои писарам умрамро фидо кардам ӯро калон кардам шабҳои дароз дар болои сараш бехобӣ кашидам барои ӯ дуо кардам фаҳмидам лутфан ором шавед ҳеҷ кас ягон нафар писарамро аз ман гирифта наметавонад маро фаҳмидед намедонам мо ягон нияти бад надорем ман чӣ ният доштани шуморо медонам ба писарам наздик нашавед писаратонан аст эҳтимолан додари ман аст агар дар ҳақиқат додарамон бошад чӣ тавр чӣ гуна ӯро фаромӯш бикунем ту намедонӣ чӣ кор мекунӣ гуфтаат ҳам барои ман ҳам барои текин фалокат аст мефаҳмӣ инро ё не аз додарам аслу даст намекашам шумо маро нафаҳмидед акнун аз хонаам баро дигар туро инҷо дидан намехоҳам агар текинро аз роҳ занӣ бо ту дигар хел гап мезанам фаҳмо хато мекунед гӯштро аз нохун ҷудо карда наметавонед чӣ гап аст чӣ хел нохун чӣ хел гӯшт дар бораи чӣ гап мезанед